رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ولایت زغور که از یک ماه به این سو میان 8 تیم در شهر فرسکو مرکز این ولایت جریان داشته است که با قهرمانی تیم آریان سکلید و نایب قهرمانی تیم اتفاق بادگاه به پایان رسیده است. مسئولان آمریت تربیت بدنی و ورزش غور میگویند این مسابقات را به هدف شناسایی تیم برتر و بهترین بازیکنان این ولایت در میان ورزشکاران فوتسال غور برگزار کردند. امروز ما و شما شاهد محفل اختتامیه لیگ برتر فوتسال شهر فرسکوی ولایت غور بودیم که روز گذشته فینال مسابقات بین تیم‌های آریان سکلت و اتفاق بادگاه بود که با نتیجه 4-1 به نفع تیم آریان سکلت پایان یافت و قهرمان مسابقات شد و همچنین نایب قهرمان مسابقات تیم اتفاق بادگاه شد و مقام سومی مسابقات تیم اتحاد از آن خود کرد. هدف از راه‌اندازی مسابقات به خاطر مشخص شدن تیم قهرمان لیگ برتر فوتسال شهر فرسکوی ولایت غور بوده که ما و شما همه ساله لیگا را برگزار میکنیم و قهرمانای لیگای ما به زون غرب در مسابقات لیگ قهرمانان افغانستان اشتراک میکنند. از سوی هم ورزشکاران ولایت غور را اندازی رقابت‌های فوتسال را در میان ورزشکاران در راستای بروز استعدادهای ورزشیشان سودمند دانسته و از تلاش‌های مسئولان آمریت تربیت بدنی و ورزش غور قدردانی میکنند. خوشبختانه تونستیم مقام قهرمانی را از آن خود کنیم و ما تشکر میکنیم از فدراسیون محترم، از کمیته فوتسال به خاطر برگزاری همچون تورنمنت‌ها که باعث رشد و پیشرفت فوتسال در ولایت غور میشه و همچنان به خاطر پیدا کردن چهره‌های بهتر فوتسالرها در ولایت غور. و ما برگزاری چنین مسابقات را به دید خیر می‌نگریم و امیدواریم که آمریت تربیت بدنی در راستا تلاش‌های زیادتر بکنه و همچون برنامه‌های را بیشتر راه بندازه که ما بتونیم ظرفیت‌های غور نشان بدهیم به مردم دیگه که غور همچین استعدادهایی داره. گفتنی است در پایان این رقابت‌ها برای تیم اول، دوم و سوم ضمن تقدیم جوایز پول نقدی برای برخی از بازیکنان برتر، کاپ و مدال نیز از سوی فدراسیون فوتبال ولایت غور توزیع گردیده است.